حالا که خدا ندا دارد که به نماز جمعه بیاید، اینجا نجات است. یکی هزار افسوس که امروز امت پیغمبر الحال در بازار در دکانش نشسته است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم در خانه خواب است و یادش نماز جمعه نمیزنه. امروز امت محمد بیل در دستش در زمین کلند دارد، اینجا نماز جمعه سپری شده ایستاده است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم مزار حضرت سلطان می رود در روز جمعه. مزار حضرت سلطان برای تو امروز ضرور نیست. امروز برای تمام مردم مسلمان نماز جمعه ضرور است. این نماز هدیه معراج است. شما با این نماز خود دروازه پروردگار را تق تق دارید. روز از روزها این نماز شما اون دروازه را گشاده میکنه. خوش به حال اون بنده که دروازه پروردگار برای او گشاده میشود. چه مبارک پیغمبر نصیب ما و شماست که شب برنشست از فلک درگذشت و تمکین و جا از ملک درگذشت. خداوند چگونه محمد را مکرم ساخت، چگونه امتی او را عزیز شمارید. سعدیه میگوید مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. ای انسان میگوید تو چی قدر داری، چی منزلت داری که حتی که جایی که انسان رفت ملائک رفته نتوانست. جبرائیل با بالهای خود، با این مقرب بودن خود، جایی که انسان رفت، جایی که آدمیت رفت، اینها نتوانستن رفتن. چی شد که تو اسیر دیو ماندی؟ چی شد که تو پیرو شیطان شدی؟ چی شد که شیطان بالای تو مسلط شد، بالای تو ظفر یافت؟ حضرت میگوید ای انسانی که تو اینقدر بی عقل هستی، ای انسانی که اینقدر تو منزلت خود گم کردگی هستی، طیران مرغ دیدی، پریدن مرغ را دیدی و آرزو کردی که کاش که من هم مثل همین پرنده در هوا بپرم. تو زی پایبند شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. ای انسان میگوید تم از شهوت خالی شو، تم راههای شیطان دور کن، تو هم به سوی پروردگار بنده صادق شو. نظر کن انسان چقدر پرواز میکند. آن موضعی که محمد صلی الله علیه و سلم طی کردن جبرائیل رفته نتوانست. حتی گو لو تقدمت شبرا لاحترقت. محمد این جانبش حق توست، اگر من یک وجب پیش روم هر آینه این 600 بال من می سوزد. اون جانب حق توست.